رودو بابانو من میتونم بگم که طلباتم خوش آمده به فیض آباد فیضباد. با شاعری بزرگ این شخصیتی که ما میشناسیم و وقتی که در آزمون از سنت شعر زور کردن من به حیات دوباران بودم. باور کنید اما استعداد باریک بینانه و فوق‌العاده و بی‌نظیری که در حج استاد دارند من فکر میکنم که سزاوار است به بهترین جایزه نه تنها در تاجیکستان بلکه بین المللی. استاد بسیار عزیزی ما که پایه بلند شعر و شاعریشان در تاجیکستان امروز به نهایت در پایه بلند نیستند. استاد جورابک مومین، استاد ما شما را به نهایت احترام میکنیم، با شما افتخار میکنیم. میدونید اصلا شاعران وصف میکنن مثلا وطن تاجیکستان سایر وطن میگن که ما وطن دوست میداریم، فقط مثلا در آغوش وطن مادر هستیم. ولی من افتخار میکنم که اکای جورابک استاد عزیز میگن که وطن ما رو چه مادر دوست میدارد، وطن ما رو چه مادر دوست میدارد، با جان و دل برابر دوست میدارد. من افتخار میکنم که هر شاعر هم خیلی نگفته است، اگر گفته باشم بسیار کم گفته، یعنی که ما هممون با مهر و محبت در آغوش وطن زندگی میکنیم، ولی گمان میکنم که جرأت نمیکنن گویان که وطن ما را دوست میدارن. ما برای این مصرع افتخار میکنم استاد عزیز، افتخار میکنم که شما این مصرع گفتید. یک شعر ما با استاد همکاری کردیم در عرفه نوروز بود و یک ترانه را با آهنگ اسکر جلیل، بازم همدیاری ما بسیار هنرمندی خوب، آهنگساز خوب اسکر جان آوردن همون شعر از دیگه کس بود. راستی شما ما میدونید استاد سید خیل بلال بسیار شعر بلند حس میکنن و هر شعر اعتراف نمیکنن و همون شعری که ما میخونیم اگر از امتحان اکای سید خیل گذشت بعدا ثبت میکنیم. ما اول هر شعری باشد پیش استاد میبریم. خب استاد آهنگ قبول کردن شعرانی. من به استاد زنگ زدم گفتم استاد عزیز من میخوام که همین آهنگ از اسکر جان است، میخوام که شما یک 3-4 ربایی برای من نویسید. استاد برام نوشتن 4-5 ربایی نوشتن. وقتی که من ربایی رو 20 امروزه نمیدفت ورقتی پیش یکای سید خیل بردم، استاد از چی افتخار کردم. استاد هم خوندن همه ربایی رو پشت رو خوندن، بعد گفتن که شعر کی؟ گفتم که شعر استاد همدیاری من فیض‌آباد جان، من فیض‌آباد رو به جان نمیگم، فیض‌آباد جان گفتم. استاد ما گفتم جورابک مومین با یک بار دیگه نگاه کردن گفتن که خیلی عالی می نوشتن، خیلی موسیقی را نظم میفهمیدن، آفرین شما گفتن. انمی قرص برای انمی شعرهای استاد نیست که سید خیل بلال افتخار کردن. برای استاد ما افتخار با شما میکنیم. هرگاهی که در اینجا بعض معرکه میشدن در حقیقت استاد در اول شادروان اکای قیامالدین یاد کردن، ما حتما باید استاد یاد کنیم اکای قیامالدین، چون که یگان جشن نبود که استاد اکای قیامالدین در همینجا سهمش نباشد. اگر چندی که ما از دورتر هستیم، امروز من با عزیز جان معرفی میکنیم در انسامبل نوروز علی. نوروز جان یک به اینجا در قدر قامت صدقه برو بچه جان، این نوروز جان قدر قامت نوروز هم خیلی گاه نکنیم. این نوروز جان من همیشه همچون هنرمند همچون استاد میگم که من که آموزگار کنسرواتوار ملی هستم، میگم که سرود شادروان دوست مراد علی را از نوروز کسی بالا خوانده نمیتونه، چون که خون او رگ ریشه استاد هستن. در حقیقت خوب میخونم، همین خوب خونده شد بود که امروز در انسان دریا فعالیت میکنه. زنده باشه بچه جان، زنده باشه بچه جان. خب استاد عزیز بازم شما را یک بار دیگر تبریک میگم، ایران 100 ساله شوید. در همین طولار خاطره ها بسیار داریم از استاد شادروان اپای نگینه روف که مادر همه ما استادی همه ما هستند. ما هر جا بریم با این نرمندان افتخار میکنیم استاد عزیز دوست مراد علی را. برای همین استاد عزیز ما من بعدم با شما همکاری میکنیم، ولی همین بداهتن برات هم شعری که بسیار دوست میدارم بدتر من شاید همین سروده با موسیقی پیشکش کنم. میخوام همین سروده برای همتون بخونم.
نمیخواهم که بیرون ازتن میرم، نمیخواهم که بیرون ازتن میرم، بدردی دوریش در خیشتن میرم، نمیخواهم بدردی دوریش در خیشتن میرم.